یه پیغامی برای کل بشریت دارم و اونم اینه که به هر حال سعی بکنی که خودت باشی، به خاطر اینکه وقتی خودت هستی کپی ثانی دیگری نیستی. وقتی خودت باشی نه به این مفهوم که کارهای گستاخانه انجام بدی، ولی خود واقعیت باشی. به چه مفهوم؟ به این مفهوم که صرفاً دنبال تصدیق دیگران نباشی، دنبال اینکه دیگران کارتو تایید کنن نباشی. خیلی از اهداف ما در زندگی، خیلی از آرزوهای ما در زندگی برای افراد دور و برمون، برای افرادی که باشون دائما در تماسیم، ممکنه هیچ مفهومی نداشته باشه و این نباید شما رو دل سرد بکنه از پرداختن به آن چیزی که در آمال و آرزوهای شما جایگاه بزرگی داره و جزو ارزش‌های و اولویت‌های جدی زندگیتون محسوب میشه.